ببخشید ارن که داشت به زیر پا جون میداد، چرا یه جور بود انگاری بسیار خوب، بذار جوخمو بهت معرفی کنم. مرحوم 1، مرحوم 2، مرحوم 3 و پترا. فقط من مهمم، بالاخره دخترم دیگه بیب بیب دارم. این چیه؟ تایتانا چیزی رو در من روشن میکنه. اوسی کن به تقوالله خواهم. نمیخواد. میگه نمیخواد. غذاهای تایتانا بپیش. ولی اول تمیزکاری. کاپیتان لیوای، فتیش نظافت میدونی چیه؟ جان. عذرخواهی میکنم، چقدر قراره اسب سواری کنی؟ یه چیزی هولوش 5 اپیزود. جان یعنی شیخ ما 5 سال تو یه اپیزود رد کردیم، بعد 5 اپیزود قراره فاکینگ اسب سواری کنیم؟ اصلا تش برامون ریدن. اوف تراوز سن بلوغه. این چه فاکیزدتی بود؟ نگران نباش ارن، اینا همش بخشی از نقشه اونه. بله درسته، اینا همش بخشی از نقشه منه. ماموریت انجام شد. ای بابا انجام نشد. جو خیلی وای بپیش. عالی شو، جوخه لیوای به چخ رفت. پترا نه! مشت عالی بود، آفرین. به ترکی ارن جان، یه 2 دقیقه خورده نشد ببینم چی میگی. بازم قسمت های اکشنش افتاد گردن من. ماموریت پرتلفاتی بود فرمانده. شما هم احساس میکنی ریدیم؟ این فقط یه تجربه جدید برای خوراکای تایتانا بود. تمام جوخم به جوخ رفت.